بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و خدمت شما اصحاب محترم رسانه کویته و ایالت بلوچستان، در آستانه 40مین روز شهادت رهبر فقید انقلاب اسلامی حضرت آیت الله دارالعظما امام خامنه ای خدمت شما رسیدیم تا در نشست خبری با عنوان امین امت، ابعاد شخصیت و سیره معنوی ایشان رو در صیانت از اقتدار امت اسلامی واکاوی کنیم. پیش از آغاز بحث وظیفه خود می‌دانیم از همدردی عمیق و خالصانه دولت و ملت بزرگ پاکستان، به ویژه مردم غیور و نجیب ایالت بلوچستان که در این 40 روز با برپایی مراسم‌های باشکوه و ابراز همدلی و همدردی، عشق و ارادت خود را به آرمان‌های این رهبر بزرگ نشان دادند، صمیمانه قدردانی کنیم. این پیوند قلبی نشان دهنده همان وحدت امت واحده است که ایشان همواره بر آن تاکید داشتند. در این نشست به بررسی ابعاد شخصیتی قائد شهید خواهیم پرداخت که چگونه از قلب تهران تا قدس و کشمیر هویت و کیان مسلمانان را در برابر فتنه‌های نوین محافظت کرد. ما در خدمت شما هستیم در رابطه با شخصیت و ابعاد مختلف شخصیت مقام اعظم رهبری، رهبر شهید ما. 5 تا محور هست که من خدمت شما هم توضیح کردیم و در رابطه با هر کدوم از اینها اگر نیازی هست ما نکاتی رو خدمتون بیشتر تبیین کنیم و با مصداق و مثال انشاءالله ارائه کنیم. اگر در رابطه با شخصیت مقام اعظم رهبری میخواید من نکاتی رو خدمتون ادامه بدم و هرچند که خدمت شما توضیح شده هست و در قالب یک بیانیه خبری، ولی خوب هست من این محورهای 5گانه رو به کلیت یک مروری داشته باشم انشالله و یک خلاصه‌ای بعدش انشالله وارد سوالات خواهیم شد. इसमें पहले मरहले में हम करीब आ रही है तो उनकी शख्सियत के हवाले से कुछ इजहार ख्याल करेंगे, फिर उसके बाद ईरान अमेरिका जंग के हवाले से फिर आपके सवालात लेंगे. अगर अभी نکاتی رو خدمت شما و مردم شریف و نجیب ایالت بلوچستان و پاکستان عرض می‌کنم. 5 تا محور هست که در رابطه با ابعاد شخصیت قائد شهید به ذهنم رسید که خدمت شما ارائه کنم. اولین بیدارگر دکترین مقاومت که ایشان به امت اسلامی یاد دادند که قدرت واقعی در توکل و ایستادگی است، نه در وابستگی به قدرت‌های شرق و غرب. ایشان با حمایت بی‌دریغ از مظلومان نشان دادند که امنیت پایدار تنها با تکیه بر توان درونی جهان اسلام محقق می‌شود. این محور فراتر از قدرت نظامی است. ایشان با الهام از آموزهای قرآنی مقاومت را به عنوان تنها راه دستیابی به صلح عادلانه تبیین کردند. من مثال میخوام خدمت شما بزنم. حمایت بی‌دریغ ایشان از جوانان دست خالی غزه و لبنان ثابت کرد که موشک‌های نقطه زن ایمان‌های نقطه زن است، در حالی که قدرت‌های جهانی تصور می‌کردند مقاومت تمام شده. درایت ایشان باعث شد سنگی که در دست فلسطینی بود به پهپاد و موشک تبدیل شود. این همان تجلی آیه کم من فئة قلیله هست و خواهیم تحلیل بکنیم این موضوع رو. در دنیایی که قدرت‌های بزرگ با تکیه بر تکنولوژی نظامی تحکم می‌کنند، ایشان ثابت کردند که اراده ملت‌ها اگر با ایمان گره بخورد شکست ناپذیر است و شما این رو الان در ایران ما می‌بینید که 2 ابرقدرت اتمی با همپیمانان مختلفی که داشتن و منطقه‌ای و افرادی که حالا به حال کشورهایی که پشت صحنه هستن
36-7 روز هست که به کشور ما با تمام توان حمله کردند و شما می‌بینید که مستحصل شده است. اهداف اینها چی بود و الان شما اوج عصبانیت و شکست و ذلت این ابرقدرت‌ها به عنوان ادعا می‌کردن که اولین ارتش دنیا هستند. شما می‌بینید که از عهده باز کردن تنگه با توییت و با فحاشی رکیک به یک ملت بیدار و آگاه و ضد استکبار اینجوری دارد رفتار میکند و انشالله شما در آینده بیشتر خواهید دید که اینها با شکست و انشالله قبول خواهند کرد. مسئله دوم بحث ویژگی شخصیت حضرت امام خامنه ای شهید، پاسدار وقار و هویت اسلامی ایشون بودن. ایشان بزرگترین مانع در برابر پروژه بی‌هویت سازی مسلمانان، جوانان مسلمان بودند. ایشان معتقد بودند که نبرد اصلی در میدان فرهنگ است. ایشان با تبیین سبک زندگی اسلامی در برابر نفوذ فرهنگی غرب ایستادند تا مسلمانان دچار خودکمبینی نشوند. همون چیزی هم که علامه اقبال لاهوری در کتابهاش و آثار شما بینید در اشعارش این نگاه وجود دارد. ایشان امین میراثی بودند که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم برای ما به ارث گذاشته است، یعنی استقلال فکری و فرهنگی. این محور مستقیما با فلسفه خودی علامه اقبال لاهوری پیوند می‌خورد و در زمانی که جهان غرب به دنبال تخریب چهره اسلام بود، ایشان با سیره نبوی معنوی و بیانات مستدل هویت اصیل اسلامی را احیا کردند. ایشان اجازه ندادند فرهنگ بیگانه اصالت و استقلال فکری جوانان مسلمان را خدشه‌دار کنند. سومین ویژگی و بعد شخصیت ایشان علمدار وحدت و اتحاد بین المسلمین بودند. ایشان همواره بر امت واحده تاکید داشتند و هر گونه تفرقه مذهبی را بازی در زمین دشمن می‌دانستند. سیره سیاسی ایشان الگوی عملی برادری میان مذاهب اسلامی برای مقابله با دشمن مشترک صهیونیسم و استکبار بود. بخوایم مثالی هم خدمت شما عرض کنیم در رابطه با موضوع، زمانی که فتنه داعش به مرزهای ایران و کشورهای اسلامی از جمله تهدید علیه اماکن مقدس و امنیت منطقه رسید، ایشان با بصیرتی کم نظیر ماهیت صهیونیستی این جریان را افشا کردند. ایشان اجازه ندادند جنگ مذهبی را بیفتد و با فرماندهی هوشمندانه کیان امت اسلامی را از سقوط بزرگ نجات دادند. چهارمین ویژگی شخصیتی ایشون پیوند تقوا و تدبیر در حکمرانی بود. برای مخاطب پاکدلی که به دنبال الگوی حکمرانی اسلامی است، ایشان نشان دادند که یک رهبر میتواند در اوج قدرت ساده‌زیست، عارف و خاشع باشد. این پیوند معنویت و سیاست بزرگترین درس ایشان برای نخبگان سیاسی جهان اسلام بود. مثال بزنیم، حالا تحلیل هم بکنیم، شاید در فضای پاکستان به عنوان یک الگویشون حالا مطرح بشه به عنوان درویش مقتدر و ایشون نشان دادن که میتوانند در اوج قدرت سیاسی و نظامی اهل تهجد، ساده‌زیستی و توسل بود. این پیوند باعث شد که کلام ایشان نفوذ قلبی داشته باشد، چرا که مردم حس میکردند ایشان پیش از آن که دستور بدهند خود به آن عمل کردند. و زندگی شخصی ایشان که برای بسیاری از رهبران جهان غیر قابل باور است، فرش‌های کهنه و زندگی در تراز ضعیف‌ترین آحاد جامعه، در حالی که کل بودجه و قدرت یک کشور مقتدر مثل ایران در اختیار ایشان بود. این زهد حیدری است که در دنیای مادیگرا حتی دشمنان را به تحسین واداشته و به کلام ایشان در میان امت نفوذ قدسی بخشیده است. و شما این را در بعد از شهادت ایشون دیدید که چقدر تبلیغات و پروپاگاندا در همین فضای رسانه‌ای پاکستان هم که 2 ماه قبل از شهادت شما دیدید چقدر تبلیغات منفی کردن، ولی بعد از شهادت شد عیان شد و همین احساساتی که در کل دنیا به خصوص در کشورهای اسلامی و پاکستان ما هم
اتفاق افتاد نشانه این هست که نفوذ ایشان بود در قلب‌های مردم. و پنجمین ویژگی بصیرت در شناخت فتنه‌های نوین هست. ایشان با نگاهی راهبردی بیش از دیگران نقشه‌های شوم برای تجزیه کشورهای اسلامی را شناسایی و با درایت خود کیان امت را در برابر تروریسم و مداخلات خارجی صیانت کردند. ایشان مثالی من در رابطه با این موضوع خدمتتون عرض کنم. همین حمایتی که به هر حال از کشوری مثل عراق و خیلی از کشورهای دیگه ترکیه انجام دادن در برابر آنها توطئه‌ای که استکبار داشتن، در همین فضای پاکستان خود ما شما می‌بینید که دشمن و در خود ایران ما حتی هدف اصلی، یک از اهداف اصلی استکبار و آمریکایی‌ها اینی که رسما اعلام کردن و پریشب هم شما دیدید که ترامپ رسما اعلام کرد که ما سلاح دادیم به از طریق کردها که داخل ایران بیاید. یعنی چی؟ یعنی تجزیه ایران. تجزیه ایران یعنی تجزیه ترکیه، تجزیه عراق، تجزیه سوریه، تجزیه پاکستان، تجزیه بعداً به سر وقت کشورهای دیگه عربی هم خواهم رفت. این پروژه آمریکایی بود و رهبر ما تا آخرین لحظات حیاتشون مقاوم وایستاد جلو این توطئه‌های استکبار و انشالله مسیرش هم شما میبینید که با همون قدرت و قوت و با رهبری داعیانه حضرت آیت الله مجتبی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی انشالله ادامه پیدا خواهد. این چند تا ویژگی امام خامنه‌ای بودن و ایشون امین میراث پیامبر اسلام در عصر حاضر بودن. واقعا ایشان ثابت کردند که نه، اسلام نه یک دین منزوی بلکه دینی مقتدر و راهگشا برای اداره جهان است. میراث ایشان نقشه راهی است برای هر مسلمانی که خواهان عزت و استقلال هست. شما ایران را دیدید و نزدیک 37 سال رهبری ایشان از یک کشوری که به هر حال سالها توسط رژیم پهلوی که دست نشانده آمریکای جنایتکار و قبل از اونم پدرشون انگلیسی ها بودن، یک کشور مزدور و قول معروف و وابسته و دست نشانده آمریکایی ها بودن در منطقه. ولی بعد از انقلاب اسلامی با اینکه توطئه‌های زیادی کردن، تحریم‌های مختلف، ایران به یک کشور قوی و مقتدر و پیشرفته در منطقه تبدیل شد با این حجم زیرساخت‌ها که شما می‌بینید صهیونیست‌ها و خیلی از این کشورها حسادت می‌کنن. این که میاد زیرساخت ما رو میزنن یعنی می‌خواد جلوی پیشرفت ایران رو بگیرن، که دانشگاه رو داره حمله می‌کنه، این که مدارس دانشگاه‌ها رو به حمله داره می‌کنه، پژوهشگاه‌ها رو، این به خاطر این هست که جلوی پیشرفت ایران رو بگیرن. و همه اینها در واقعش بخوایم بگیم معمار پیشرفت علم و فناوری ایران شخص مقام معظم رهبری شهید بودند و انشالله رایشان ادامه خواهد داشت. ایران یک کشور ابرقدرت، این حرف ما نیست، حرف خیلی از این تئوریسن‌های غربی هست که این جنگ باعث شد که یک ابرقدرت جدیدی مثل ابرقدرت دیگه دنیا هم اضافه شود. شما انشالله حتما این رو بعد از جنگ خواهید دید و این منطقه و ایران قبل و منطقه قبل نخواهد. خامنه‌ای نه فقط یک خاطره بلکه یک راه زنده است. ایشان به ما آموختند که اگر امت اسلامی به خویشتن خویش بازگردد هیچ قدرتی توان ایستادگی در برابر آن را نخواهد داشت. میراث ایشان تبدیل اسلام منفعل به اسلام مقتدر بود. سخنی را با بیتی از علامه اقبال لاهوری به پایان میبرم که گویی وصف حال این رهبر بیدار است. این بیت شعر از کتاب زبور عجم که فارسی هم هست، علامه اقبال ایشون رو سروده. نه تو اندر حریم شرق می گنجی نه در غرب یا غربت، بیا بیرون و در اقلیم خود بر خود پادشاهی کن.